دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. میرزا هستم. امیدوارم که بازی خوبی رو داشته باشیم. بیا مهدی جون صحبت کن. حسین میشه قبل از خودمونم صحبت کنم؟ من نه، از این به بعد. اوکی، اینم از این خوبه. کسی اگه تو این بازی فکت رو بخواد بکشه، قطعا اولویت من اونه. یعنی این بازی رو اومدیم کلاسیک بازی کنیم که توش فکت در جریان باشه. مثلا این فکت رو بکشه، هیتری بخواد داد و بیداد بکنه، اینجور داستانا من قطعا بهش رأی میدم. و اینکه به چرخه فیلینگ منم، بذار ببینم فیلینگم چجوریه. نو. سعید سعید من از خیلی فیلینگم روش منفی. آره، لایی کم دادی. نه رئیس مافیایی یا ساده؟ آه. رئیس نباش، فکر کنم مافیا ساده است. سعید به چرخه ببینیم چی در میاد. بازیکن شماره 6. که شما مافیا بود آقا، حتما میرزا مافیا بود تو بود. میرزا به طرف فیلینگ زده، میگه طرف لایک داده، میگه رئیس مافیایی. چرا رئیس مافیا؟ چرا ناتو نیست میرزا؟ از کسی فکتو بکشه حتما مافیاست. خب الان تو این اخطار رو دادی، مافیا دیگه فکتو نمیکشه، دستت سر میخوره میرزا. تمام شد، مافیا بازی رو برد. مافیا داد نمیزنه، آروم بازی میکنه، میبره ازت. تمام شد. میرزا که به نظرم تو بازی حتما مافیا بود. آدز داره به سعید زدن تارگت زده باشه، اونم یارش باشه، از الان اینا رفته باشن تو زرگری. میرزا رو من روز یک تک کردم میگیرم و بازی میکنم بیرون. به نظرم شما مافیاست. نکس. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. من به 9 صحبت کنم بعد خودم صحبت کنم. سلام دوستان، شب و وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. پس فهمیدیم میرزا یارم بوده. سرتن بلند شد گفت تو یارم، فیلینگ به آقای میرزا سعی میکنم فیلینگ تو مثبت کنم تا اینکه با تو وارد درگیری شم. چالش گرفتم فقط خودی که گفتی رو برای خودم روشن کنم. پس یارم بوده، تصمیم گرفته بگه آقا اون یارم رو همین الان آن میکنم که تو جفت یارا رو بگیری. های مهدی شامرک قطعا تو این بازی بهت رأی میدم. اینقدر حرف عجیب غریب بود، قطعا تو این بازی بهت رأی میدم. بچخ. سلام متالم از یک تا ده مخلص اراده در خوشش تو باد محترم. خب مری شام علیکی اون 9 در رو تو بست. اوکیه. خب تو از رو کارت مجهولی نوع بازی فهمیده یک مافیاست، درسته؟ خب این 9 فهمیده خب یکی که بهش اتک زده شهرونده. به نظر من شهروندی کارت تو بکش عقب، تو لوکیشن 1 و 9 حتما مافیاست، درسته؟ چرا قطع کردی؟ آقا من گوش میدم. خب من تو لوکیشن 1 و 9 حتما مافیا دارم. ببین نوع بازی او 6 در حق تو پدری کرده. خب داره به کسی تارگت میزنه، به کسی تارگت میزنه که او طرف فهمیده تو قطعی مافیایی دکی. اصلا تو پیووی کارتت میگفت یک مافیاست استاد. به چرخه بچه. بازیکن شماره 3. تو قطعا تو مافیایی که تو امروز همین صحبتی نشستی داری این سایده رو میخوای دنده بدی آقای سیتی تو عرضی. سلام دوستان، سیت 3 بازی هستم، بازی گوش شب. امیدوارم که یه بازی پرفکت پرفکت در کنار هم دیگه داشته باشیم. چقدر این سناریو رو دوست دارم، چقدر قشنگ بود. تو بازی خیلی دوست داشتم. اون شیشه که قطعا تو ساید شهروندی نشسته دیگه. اگه مافیا بود که از لحظه اول نمیومد چالش بگیری که ورود کنه بگی آقا یکی از شما خورده بگیر. شما آقای دو بازی تو فهمیدی که با اون دیالوگ اونایی که باش کرده گفتی که تو باید بیاری تو اون پی او وی بگی که تو این سایت هستش. قطعا میخوام یه سایت جدیدتر باز کنم. تو ورود میکنم من صحبت یکرم دوباره میشنوم دیگه اینجای بازی. ولی من قطعا میتونم به تو بگم مافیای بازی مشکوک بزن، حداقل بزن بازی برام بشه. چالش میگیرم خودم تارگتامو اعلام میکنم. خیلی خوشحالم در کنارتون. میخوام یه بازی قشنگ و پرفکت انجام بدم. بازیکن شماره 10.
می‌ذارم سیت ده بازی مهدی بازی انشالله که بازی پرفکت و پرفکتی داشته باشید. من دوستو که با هم تو بازی زورتون میدم که سایت بگیرید تو بازی داخل دک. آقای سیت 3 فهمیدی دو تو بازی مافیا تو لوکیشن یکیشون که تو بازی اعلام موضع نکردی استاد داخل دک. یکیشون تو بازی برای چی بود داخل بازی؟ نه خیر. آقای متال سیت 2 داداش مهدی شاملکی برایش گفت به نظرم زرگری داره میزنه میرزا داخل بازی به نو تو بازی فهمید داخل بازی نو بازی دیگه تو بازی گردن میگرفت داخل به مهدی شاملکی که با تو بازی تارگت میزد. کارت مافیا که تو یک و تو بازی است من دو تو بازی گردن میگیرم تو این بازی داخل دک. دو تو بازی حتما مافیا بود داخل بازی. آقای دستینو رفتی داخل بازی هم به یک تو بازی رفتی به یک تو بازی گفتی شرم به 6 تو بازی تارگت زدی داخل دک داداش. هم موضع خودت اومد پایین داخل دک تو یکم گفته به نظرم خود نو تو بازی مافیا داخل دک. به نظرم یه سایت تو یک و نو تو بازی هست مهدی شاملکی تو بازی سفید میکنم داخل دک ولی بین یک و نو با تفریق کنم تو بازی کیه حالا ترن خودم میگم تو بازی نه استاد من متا رو تو بازی سیف سات تو بازی گردنش میگیرم اما تو بازی تک میارمت بالا تک میکنمت بیرون شو. بازیکن شماره 4. من سعید اورجینالم خیلی خوشبختم باهاتون بازی میکنم. آقا شماره 2 بازی من زودتر از شما نفهمید شیشه شهروندی یعنی دو رو چرا مافیا دارید؟ آقای 3 و 10 بازی دو دیالوگش این بود شیشه شهرونده. خود مهدی شاملکی چالشش به نظر من عجیب غریب بود اصلا چالشی شما پاشو اینو شهروند میکنید بعد با کارت مهدی شاملکی دارید بازی میکنید دو رو دارید میکنید مافیا بازی نمیخونه بازیتون. ببین من یکی به نظر مافیا بود دیگه چالش شیرم نگرفت دستت اومد بالا واسه چالش شماره یک اکت مافیایی من بهش میگم تا فکت مافیایی به نظرم مافیا بودی یه چالش گیری چرا ول کردی خب داستانش چی بود شما که بازی خب این تا اینجا دوارم من شهروند دارم اگه شهروندای دو بگی شهروند بازی درسته نه نمیخونه دیگه تو 3 و 10 حتمی ساید میبینم بیشتر رو 3 بازی هستن دومین نفری که با کارت 6 بازی کرده 3 بازی به نظر مافیا بوده تو بازی. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. عرض ادب امیدوارم بهمون خوش بگذره. اولا تشکر از دو ناظر عزیز. ببین سیت ده که مشکوک بود ترنی که گذرون. شما به 3 تو بازی خورده گرفتی که باید اعلام موضع میکرد تو 1 9 6 تو بازی اعلام موضع نکردی رفته به تو تارگت زده. یه قطعی مافیا گرفتی سیت 2 حداقل سیت 3 قطعی مافیا تو نوآت کرده بود دیگه. چرا خواستی بینشون سایت باشه وقتی قطعی مافیا دوه؟ این فکت شما بود. ببین سیتونو احتمالا میتونه شهروند باشه که وقتی تارگت زد یک بهش تارگت زد 3 4 تا تو بازی دست چلنج اومدن بالا به نظرم میتونی شهروند باشی. ولی فکتی که برای یک آوردی نه خب شهروند نیستی که امروز میارم توی دفاعیه. حالا فکتت هم میارم اینقدر بهت میگن شهروند نیستی. شما معتقدی که یک سر صحبت رفته به یار تو بازی تارگت زده دیگه بازی کلاسیکه. اکثرا هم بی ابیلیتی هم تو بازی دیگه ابیلیتی خاصی هم تو بازی ندارن. یک مافیا چه دلیلی داره یارشو تو بازی مشکوک بکنه؟ با همین دیسلایک که دادی احتمالاً امروز بیارم دفاعیه. ده خیلی مشکوک بود تکنیک گذرون. نکس باشه. بازیکن شماره 5. سلام و ادب دارم خدمت تک تک رفقا یارا هستم خیلی خوشحالم تو جمعتون. شماره 8 بازی 10 چرا مشکوک بود تو ذهنت اثر من شمس فهمیدی تو بینشون کی مافیاس داخل بازی؟ دو دیدی چی کار کرد تو بازی؟ دو فهمید بره یه خورده از مهدی شاملکی بگیره بره فرصش تو نه بذاره داخل بازی. مهدی شاملکی چالشش گرفت ببین دو رفت چالش هدفدار داد به نو تو انتظارش پیش نرفت که نه بره یک تو بازی تارگت بزن رفت به 6 تو بازی تارگت زد. دو رفت یه خورده از 6 گرفت رفت فرصش کرد رو نه داخل بازی اوکیه داخل بازی. حالا ببین کارت امروز کلید بازی دست یکه چون یک باید بگیم آقا فیلینگی مافیا داشته ترپ بوده چی بوده تو بازی نسبت به تارگت کاورایی که خورده داخل بازی اعلام نظر کنه تو بازی. به نظرم که دو حتما تو دک مافیا بود. خب یک این دیالوگو نمیکرد مهدی شاملکی شما چه اظهار نظری داشتی قربون شکلت بشم که فهمیدی یک مافیا یا یکونا رفتن برای زرگری داخل بازی؟ خب زرگری یارشو میخری تو بازی که مافیا سادهش میخواد بفروشه تو بازی. چه خورده ای بود که رفتی از یک تو بازی گرفت؟ ببین تو دو شیش که حتما مافیا هشت خیلی مشکوک بود. هشت که خیلی مشکوک بود ترنشو گذاشت. داو که حتما کاور میکنم شو شهروند بود به نظر خودم از پی او وی خودم حتما کاورش میکنم. داو دیسلایک رو نکن امروز پرواز میکنی شماره 2 بازی خودم باد سایت میگیرم داخل بازی خود. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه.
این ساید 1 و 6 رو باز میکنید، خب یا من میرم بیرون یا آقای 6 میره بیرون. چون من که رفتارم رفتار شهروند بود. من سیت 1 بلند شدم، یاریم ندیدم، من داشتم فکر میکردم که فیلینگیم رو کجا بزنم. آقای 6 از من تارگت گرفت، تارگت پوش زد. خب پس اگرم شهروند باشه من هیچ راه تعاملی با ایشون ندارم. امروز همه بلند میشین 2 تا عدد میدین، 1 و 6. منو میکنین بیرون، فردا آقای 6 رو میکنین بیرون. ایزن آقای 6 چی فهمید؟ فهمید که من سر تست بلند شدم، هیچ سناریویی نداشتم، یه سری توصیه بهداشتی کردم، یه فیلینگی هم اومدم بزنم. کیو انتخاب کردم؟ یه یارم انتخاب کردم تو سیت 9. چرا باید این کارا رو انجام بدم؟ ایشون یا مشکل شخصی داره با بنده که من اصلا مهم نیست برام، یا اینکه مافیاس میخواد پوش کنه. در 1 2 6 9 طبق رفتارهایی که وجود داره یه دونه مافیاس، اونم بین بنده و آقای 6. اینجا رو باز میکنیم، بعد اونایی که بر اساس این صحبت کردن میاین ادامهش رو میدیم. پس امروز فقط ساید بین من و 6 تموم. بازیکن شماره 6. مشکل شخصی رو که شما داری، چون شما ترپی که انداختی جریان ساز نبود. منم سری چلنج رو گرفتم جریان سازی کردم. شما به نظر ترپی که انداختی جریان ساز بود تو بازی؟ خیر شما گفتی کی مافیا؟ من به نظرم فیلینگی 9 مافیاست. این جریان ساز نیست عزیزم. من جریان سازی نمی کردم بازی ران نمی شد. نکته اول. نکته دوم، آقای سعید زد سیت 9 عزیزم، شما یک نفر بهت فیلینگی زد، من گفتم به نظرم شما باکس مافیایی. شما باکس مافیایید. خب یه دونه کارت تو 1 و 9 که منو تو بازی شهروند میکرد، یه دونه کارت مافیایی تو 1 و 9 تموم شد. یارا فهمیدید چی گفت؟ یارا گلواژه گفت 10 به مهدی شامالکی گفت شهروند، 10 شهرونده، 2 به مهدی شامالکی گفت شهروند، 2 مافیاست. این شو مافیا رو ندیدید چیکار کرد؟ خب عزیزم 3 هم به ما گفت شهروند، تو ساید 1 و 9 دخالت نکرد جان. 3 هم به ما گفت شهروند، تو ساید 1 6 9 دخالت نکرد. 3 چی بود؟ شوی به نظرم یارا. امروز تک یارا رو بازی میکنم بیرون. 1 9 2 هر کی مافیا بود امروز تک یارا رو بازی میکنم بیرون. تمام شد. مهدی جان بهت گفتن شهر. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. گوش بده اصلا ول کن مهدی. خب اینا این لوکیشن فهمیده، این با این فهمیدنه من فورس مافیام. خب من فورس مافیام باید 6 و چش باز دیده باشم، تو لوکیشن 4 و 8 هم یار داشته باشم. اوکیه؟ لایک بده. بدو ده بازی لایک بده. میخوام خب بتره کنمت. تو فهمیدی لوکیشن 1 9 6 بازی چی هن، درسته یا نه؟ خب فهمیدی تارگت تو رو 2 بزنی رو 3 بزنی. خب این لوکیشن همدیگه رو مافیا دارن. من به 6 گفتم شهروند، از 3 تا 8 گفتن این 6 میتونه شهروند باشه. من چجور مافیاییم؟ من باید یار مهدی شاملکی باشم. اوکیه میرزا؟ ببین به مهدی بزنی خب با ساید میگیرم. ساید من امروز قفله با اون 10، با اون 5، با اون 1، با اون 9. همه تونو بخشیدم. تمام شد. مگه میشه بین شما مافیا نباشه؟ باید اینجوری بگم، باید بگم تو لوکیشن 1 و تموم شد. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. سلام و عرض ادب و احترام. آقای شماره 5 کلاسیک خیلی دوست داری باید چالشتو بدی هفته در مورد 1 تا 5 که صحبت کردن دیالوگشو وارد بازی کنه، دوباره نظر اونها رو متوجه شی برادر من. آقای شماره 2 ورودی بازی که اون بوده. آقای مهدی شاملکی تو 1 و 9 1 مافیا نشسته، درسته؟ چالش گرفتن 1 مشخص بود که میخواد 6 رو گردن بگیره. 6 گفته 1 و 9 جفتی مافیا بازیان، درسته؟ بلند شدی گفتی پس تو 1 و 9 1 مافیا نشسته. آقای شماره 9 1 در حقت پدری کرد. مهدی شاملکی دعواش در اثر سر 1 بازی بوده، درسته یا نه؟ میخواستی سایت باز کنی مستقیم میگفتی مهدی شاملکی خودت و 9 سایت دارید، بلند شو 9 رو گردن بگی من پاور میزنم دست 9 رو بده بیرون. درسته یا نه آقای شماره 2؟ شما لایک بده. آقای شماره 2 ورود به بازی با کارت بوده. 1 و 6 بازی. آقای مهدی شاملکی دو رو امروز اجماع میکنی، وگرنه با این
چرخش تو مشخصا باید بگم پس 1-9 مافیا زده ورود به بازی کردی. ترپ تو شکوندی. گفته آقا مافیا داد و بیداد میکنه، تو بر فکت مافیا داد و بیداد میکنه بلند شدی گفتی مافیا بازی. بعد میگه من بازی رو جریان انداختم. بازی که جریان انداختی چی در آورده؟ از جریانی که راه انداختی چی بوده؟ 1 2 بازیکن شماره 3 صحبت میکنه. کارت شهروندی اون شیشه ورود کردم تو بازی دیگه. من به اون شیشه گفتم آقای شیشه بازی تو ورود کردی دیگه. این فکتی که شیشه میاره یه فکت خیلی زیباییه. اصلا مگه میشه بازی ران شده دیگه. آقا بین ساید 1 و 6 اگه بخوای من به شیشه گفتم شهروند بازی. آقا 1 بازی تو یه راه رستگاری داشتی دیگه. ببین رفتی قطعا اون دوره گردن میگرفتی. ببین من که یه چیز دیالوگی خیلی قشنگتر میگم این بازی هم کاراگاه داره هم دکتر. اون کاراگاه بره یه دقیقه در خونه اون نوحه بشینه. چقدر قشنگتره. آقای 10 بازی تو با کارت من ورود کردی داری به فکت میسازی میگی آقای 2 بازی تو باید 3 بلند شو 2 رو گردن بگیره. نه من 2 رو واسه چیه؟ من تو 2 تا شنیدم. بعد تو تمام فکت ها رو میاری بعد به اون 2 میخوای خودت ساید ببندی خودت بین 2 و 10 باشه. قشنگ نیست؟ آقای 10 بازی که اگه قطعا بین 2 و 10 باشه اینجا به تو میگم مافیای بازی. اینجوری قشنگ‌تره من بهت میگم. من یک مافیا دارم. من اگه تو ساید 1 و 6 بخوام ورود کنم من یک مافیا دارم چون ترپش هم ترپ خیلی گشادی بودش. ترپه توش گشاد بود. آقای شیشه اومده و تنگش کرد. بازیکن شماره 8 صحبت میکنه. میگه 2 مافیاست. دوست عزیز 2 مافیا باشه میشه 10 میشه شهروند، خودت میشه شهروند، 5 میشه شهروند، 3 هم میشه شهروند. یکم که داره لایک میده. ما هم دیگه یعنی 2 من 6 با هم دیگه مافیاییم. 6 تا شهروند با مافیای 2 روز 1 به بازی به همین سادگی. 5 که حتما مافیا تو ترن خودش میگه 2 مافیا بین 2 و 6 مافیاست. دوست عزیز شما به من گفتی شو تو بازی. خب با مافیای من که باید بگی 10 حتما تو بازی شهرونده دیگه. میفهمی چی میگم؟ 10 گفتی 6 به نظرم قبله است 2 قطعی مافیاست. 2 و 6 برای تفکیک بود که 6 رو تو بازی کاور بکنید پاور تو بذاری رو 2 دیگه. چرا گفتی تو 2 و 6 مافیاست؟ 5 که به نظرم مافیا بود ترنی گذارون. چیزی که اون فکت دیگه هم آقای سیت 6 به نظرم درست بود. من 6 2 3 رو کاور میکنم. 10 7 هم مشکوک بود ترنی که گذارون نبود اصلا. خب مشکوک نیست که خودت رأی میدم سیت 1 به خودت. به نظرم 6 ترن شهروندی بود. بعد یه فکتی که هم آوردی خورده که از 2 میگیری میگه ورودش با کارت کسی دیگه. خب سیت 2 چیکار بکنه؟ یه جریانی شکل گرفته فیلینگی تارگت بزنه. خب باید تو اون جریان تو بازیش دخالت بکنه. بازیکن شماره 5 8 بازی عزیزم خیلی مسیر بر رستگاریت بازه که بری 7 تو بازی گردن بگیری. قربون شکل و ماهت بشم. فهمیدی 5 تو دک مافیاست. 7 بازی اومد گفتش آقا 5 بازی بعد میومد چالش این دسته بازی میداد داخل این سمت بازی میداد. گفت به نظرم تو لوکیشن 2 و 6 2 حتما مافیاست تو بازی که اومدن 2 و 6 با خود تو بازی دارن به مافیای من لاک میدن داخل بازی. قربون شکلت مسیر رستگاهی کفت بود داخل بازی. حالا 3 چی گفت؟ 3 گفتش آقا به نظرم تو لوکیشن 9 حتما مافیاست بود به 5 مافیا تو بازی تارگت نزد. دورت بگم 3 چی بود تو ذهنت؟ قربون شکل ماهت بشم. من چقدر معلومید با کارت مافیا. ببین تو 6 7 8 که حتما به نظرم تو 2 6 7 8 حضور 2 مافیاست به نظر خودم داخل بازی. ما 10 که باید بگید 10 حتما مافیاست که رفته یارو تو بازی کاورش کرده یا رفته یار فرضیشو بازی کرده دو بازی. 2 رفت چالششو به 9 داد تو بازی که مسیرش باید میرفت یک گردن میگرفت تو بازی. رفت فوکوسشو رو 6 گذاشت. 2 خود چالشو گرفت و به نظر 59 دوبلی مافیا با فورس 5 تو بازی عزیزم. خیلی براتون بازی ایزیه به نظر خودم. 5 که حتما تو ذهنتون شهروند باید باشه. 5 رو باید کاور. صحبت‌های بازیکن بعد. بده بدمش به یارو ببخش. بخشی های 38 دقیقه مهدی شامرکی چی گفت تو ترنش؟ فهمیدی ترنش خیلی شهروندیه جز اینکه خواست از دو ناره کنه بگه ببینید دوستان من جریازی کردم پس من شهرم. کل توانش و این بود که خوش شهر جربه بده در حالی که نیست. آیه سیت 2 برای بار دوم میگم من با میرزا تو بازی هیچ سایدی ندارم تا فردا جمله بباف. من با ساید نمیگیرم شهرش دارم. شما فهمیدی بین ما مافیاست من نفهمیدم بین من مافیاست. چه باید با میرزا ساید تو
رای میدم، یه دونه به 2 میدم، یه دونه به 6. وای سیت 8 گفتی 2 3 6 با هم مافی کاورشون کردی تو بازی، درسته؟ درسته؟ وای سیت 8 لو حیف که دوتا بیشتر نمیشه، یعنی هم تازه سومی بودی. بازیکن شماره 7 صحبت میکنه. آقای سعید خان میگه 2 و 5 باید بیان. چرا این ور میگی 2 و 6؟ ها؟ آقای شماره 5 فهمیده 6 تا 8 دو تا مافیا نشسته. دو تاشون دارن دو رو کاور میکنن، یکیشون که سیت هفته داره میگه دو مافیای بازی. خوشگل پسر، چجوری دو تا مافیا پس اینجا در میاری؟ ها؟ آقای شماره 5 دو چی شد؟ دو چی شد برات؟ شهروندی که تارگت نمیزنی دارن میگن دو مافیای بازی. دو چی شد؟ ها؟ آقای شماره 2 قبل از کی چالش گرفت؟ از شیشه بازی. شما به یک چالش دادی، یک بلند شد گفت من شیشه رو گردن میگم. شیشه دو از شیشه چالش گرفت، شیشه خودش با یک دیالوگ کرد، گفت تو مافیای بازی. تو هیچ سایت دخالت نکرد، گفت اون ور 10 مافیای بازیه. آره؟ پس اصول بازی میگه 2 و 5 جفتی باید بیاید بالا. براینداتون متفاوت شهر دیگه، هر دو تو متفاوت شهره. آقای شماره 2 شیشه هم با یک دیالوگ کرد. نوعی که گفتی قطعی مافیای بازی چی شد؟ سایت اینا ببندن، تو با 5 باید بیای تو دفاعی صحبت کنید. بازیکن شماره 10 جان داداش، میگه یارو گفت تو لوکیشن 2 6 7 8 به نظرم 2 تا مافیا تو بازی نشسته. تو این لوکیشن 2 تا مافیا نشسته، مثلا دیتا شهروندی خودت تو بازی که استاد، دیتا شهروندی خودت بس کارت تو بازی بگی عقب تو بازی. آقای سیتی تو ببین تو بازی چی میگه. اصلا کلا ابی با این خط کشی که تو بازی کلا اشتباه بود. خط کشیش تو بازی گفت به نظرم 2 3 6 تو بازی شهرونده. آقای سیت 3 چی گفت تو بازی؟ گفت تو 2 10 مافیاست ولی به 10 تو بازی من رأی میدم، تو بازی به 2 تو بازی من رأی نمیدم. نه دقیقاً همین دیالوگ آقا سیت 3 بود تو بازی داخل دیگه. صورت داخل بازی به نظر گفت 2 3 کلا دیگه کلا تو ارور خورد داخل بازی. آقای سیت 2 6 تو بازی شهروند داره. این آقای میرزا سیت 1 چالشی گرفت با مهدی کاملی تو بازی گردن گرفت تو بازی. آقا سیتنو رفت شیشه تو مهدی شمالی تو بازی گردن گرفت. آقا سیتنو با تو کجا سایت میگرفت؟ 1 9 مسیرش تو 1 9 بود داخل بازی. حالا روز 1 داخل بازی بیس بازی از کجا شروع شد؟ از کارت که تو 1 9 بود تو بازی. آقا مهدی شاملی چی گفتش؟ کارت مافیا تو 1 9 بود تو بازی. آقا سیت 3 تو 1 9 مافیا نداشت. مهدی شاملکی و کاوه دفعه که با 2 تو بازی سایت گرفت. الان گفت بین 2 و 10 بنم فقط 10 تو بازی مافیا. نه امروز یک میدید به 2، یک میدید به 10 تو بازی. من این دو از کارت مافیاش تو بازی خلاصش میکنم. صحبت‌های نفر بعد. دیر دو رو تارگت کرده. خب امروز گفته یک بازی به نظرم ذهنش میچرخه، شهروند میتونه باشه، باگ زیاد داره، مثلا باید 5 رو تحلیل میکرد نکرد، ولی به نظرم شهروند بود. خب یارا فکت فضایی میاره واسه این دو بازی، درسته؟ این تا اینجای بازی 5 نفر معتقدن دو مافیاه. 5 بازی، 7 بازی، 9 بازی، 10 بازی، خود سه حالا امروز یه ذره ازش کشیده بیرون. نمیخونه. شما 5 تا چجور فهمیدید دو مافیا؟ دو مافیا هم باشه یار خودتونه، بهتون راستش دارم میگم. دو اگه مافیا باشه یار خودتونه. 7 10 به نظر 7 10 9 9 قطعی مافیا این بازیه. اون 9 حق نداشتی پاشی بگی یک حتمی سفید بازی من بهش رأی میدم. به نظرم 9 حتمی مافیای بازی بود. خب این تا اینجا آقا میشه نقشه مافیا چسبون؟ این من یادم رفت ببخشید. دونیتو دیاره. به نظرم نوع رئیس مافیا بود. نوع واجبه. نوع امروز بیاد یه سر رأی گیری 100%. مایکتون رو باز میکنم، 2 نفر به من اعلام کنید. به خودتون هم میتونید رای بدید. بفرمایید. 3 و 4، 3 و 4. و 10 خودم با 10. 1 5. شماره 3 و شماره 6 بازی.
5 9 5 9 2 و 5 5 و 9 2 و 4 4 دو با خودم، حتما دو با خودم. آقای شماره 2 و 5 داخل دفاعیه، لطفا بهشون رأی بدید بیان دفاعیه جفتشون. آقای 2 4 رأی، آقای 1 2 رأی، آقای 3 2 رأی، آقای 4 2 رأی، آقای 5 4 رأی، 6 1 رأی، 7 8 بدون رأی، 9 3 رأی و 10 2 رأی. به شماره های 2 و 5 رأی بدید بیان داخل دفاعیه. بازیکن بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. مرسی. نفر بعد. بازیکن بعد. نفر بعد. بازیکنان شماره 2 و 5 میرن به دفاعیه. ما ولش کن. ببین یارا، خب من نمیگم تو برو من بمونم، من میرم اوکیه. چرا؟ خب چون اینایی که منو کاور کردن یکیشون تو دفاع نیومده، تو هم اومدی یه خب یه بلوک دیگه اومدی یه کاور کردی اومدی تو دفاعیه. ساید من با 10 در میاد. 9 تو چجوری فهمیدی 6 میتونه قطعی مافیا باشه؟ 10 رو به شهروندی 6 به من گفته مافیا. نمیشه با تو بازی کرد. تو خب تر میزنی داخل بازی آدم اوکیه. خب ساید من با 10 در میاد. میزا من به تو نگفتم مافیا اوکیه. من لوکیشن 9 و مافیا دارم. 7 خب 7 فکر کنم مافیاست. خب دیگه باقیش هم نمیدونم. من میرم آره 5 بازی من جا تو میرم. تو اصلا صحبت‌های بازیکن بعد. من آقا یه لحظه من نقشم هم بزنم عذر میخوام. چیه؟ اوه خب آقا من صحبت بکنم. الان حضوری هم اومدم شب مافیا یه چی بهتون بگم. خودم رو با تارگتم آوردی تو دفاع. اون 6 رای خودم 7 رای داخل بود. دو تو یک به نظر خودم پس با این ذهنیت باید شهروند باشه. 9 امروز مگه مسیر چش خب 9 بازی امروز مگه مسیر داشت به من رای بده داخل بود هفتمین رای بده.
خود من یه جا باهاش باکس شدم. آقا 7 و 8 مسیری داشتن امروز سر کارت 2 و 5 تو بازی برن. هفته رفت یه جا 2 رو گردن گرفت. خودم گفتم تو 7 و 8 مافیاست، جفتشون اومدن به من رأی دادن داخل بازی. من این مسیری داشتم به من رأی. من شهروندم بچه، من رها کنید. خواستید منو میکنید بیرون، فردا ساید 7 و 8 حتما مافیا میگردید داخل بازی. شهروند مافیا بود کاورش میکنم داخل بازی. خودم تو یک شهروندم. نکس باش. شهروندم و بچه. بندم من نمیدم. 5. من میبندم داداش، رأیمو میبندم. بده 5. 5. بده 5. 5. من رأی نمیدم. دو 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 دو. با توجه به اینکه روز یک سناریو مافیا کلاسیک حداقل رای واسه خروج لازمه، امروز کسی از بازی خروج پیدا نمیکنه. 4 رای حد نصاب خروج واسه روز یک بازی بود. نه 5 و نه 2 بازی به 4 رای نرسیدند. زمان رأیگیری. دوستان آماده باشید. نفر بعد. شب میشه و شهر به خواب میره. تیم مافیا بیدار. کن. یه دیالوگ فولی من خودم داشتم، خودم ادغام میدارم، حواسم هستش. یه چیزی بگم، چرا رأی نمیدی؟ شیادی نداره داداش من، بازی شیادی آرش نداره شما داداش. بگو کیو شاد 4 رو کنیم، اول بزن. بگو کیو شاد کنیم 4 بنویسم. 4 4 4 4 شات کن برای گادم بنویس. گفتی 4 بنویسم برات دیگه، یا خودم شاتش کنم حسین؟ براش بنویس بنویس، براش بنویس. یه لحظه بنویس براش. ببین میگم که تو 4 و 8 بزن، تو 4 و 8 بزن، فشار رو بردار از خودت. بزن تو بنویس. 4 رو زدم، 4 رو زدم، 4 رو زدم، 4 رو زدم. امیدوارم که تیم مافیا بخوابه. تیم شهروندان بیدار. روز میشه. همه بازیکنان یک دور صحبت میکنن. چالش هم میتونین بدین. برای اکت کاراگاه دوست عزیزی که
اونی که صدای منو داره یه پیام برای من بنویسه. اونی که به صدای منو داره یه پیام برای من بنویسه. اون شخصی که صدای منو دارد. داداش منفی متوجه شدی؟ پیام برای من بنویس. متوجه شدی؟ منفی. خب رفقا، در روزی که گذشت خداحافظی نکردیم از کسی، اما در شبی که گذشت خداحافظی کردیم با آقای 4 بازی. آقای 4 بازی وصیت به شما میدم، بفرمایید. تو خط کشی کردم. خب مهدی شامرکی همه شهر داشتن ولی هیچکی به نوع تارگت نمیزد. به نظرم نوع قطعی مافیا بازی بود. خب این تا اینجا. دو بازی تارگتش کی بود؟ 1 بازی بود. بعد اون 5 تا تارگت خورد تو این بازی. به نظرم تو 10 و 7 بازی هم قطعی ساید از هفته 2 روز گفت 2 بعد پاشو دنگش داد به 5 بازی. بازیش نمیخونه، هفته باید بره اعدامش کنید. هفته باگ داده. خب به نظرم چین هم درست بوده، چین شهروندی هم درست بوده. مهدی شامرکی نصف دک سفید داشتن، یکی به 9 نمیگه تو. خب 2 5 یارام یه خورده مشکوک بود سفید کردن در هرچی از نوع قطعیه. خب 9 رو بکنید بیرون. هفته هم به نظر مافیا بود. یه مافیا میمونه بین 10 و 5 بازی، یکیشون یا مافیا یا 3 مافیا. اون یه دونه بین 5 و 3 و 10 یه دونهشون مافیا، جفتشون مافیا. سعید عزیز ممنون از اینکه در کنار ما بازی کردی، لذت بردیم. چند ثانیه من مایکمو جابجا کنم. آقای مهدی بهت مایک میدم. آقای سعید جان داداش، میگی به نظرم 9 تو بازی مافیاست، تو 10 و 7 مافیاست، 5 هم گفتی مافیاست. خب داداش دیروز که داشتی سایت باز که رأی ندادی، شما نصف دیگه تو بازی درگیتون رو بسید تو بوده سایت باز کنید داخل دیگه. میگه به نظرم 9 مافیاست. این آقا سیتسه تو بازی اکونوم مافیا نداره، مافیا نداشت تو بازی. به 3 تو بازی برای چی نمیگفت نمیگید مافیا؟ نه دیگه تو خط کشی که سعید اورجینال تو بازی میکنه باید بگی تو باکس سعید اورجینال تو بازی باید بگی سعید اورجینال تو بازی سیفه دیگه. نه دوباره همین امروز مثل روال قبل تو بازی پیش میره. یک به 2 یک میدید به 10 تو بازی. 2 نفر میارید بالا. امروز من میام با آقا سیته تو بازی قرار سایت باز کنید. نه مهدی شاملکی 2 تو بازی مافیاس. به 2 تو بازی بگی شهروند خودت تو بازی گردن میگیرم. به 2 تو بازی بگی شهروند خودت تو بازی گردن گرفتم. یک میدید به 2 یک میدید به 10 تو بازی. همینجا قرار سایت باز شه. تمام شده رفت. نکس. مرسی. نفر بعد. من با میرزا دیالوگی کنم. میرزا ببین یه لحظه گوش بده. رو کارت مری شاملکی باید تو لوکیشن 9 مافیا باشه، درسته؟ به چه فکتی، به چه استدلالی؟ 9 فهمیده مری شاه ملکی قطعی مافیاست. خب فورسش منم، یعنی منو با مری باکس داره. اون 10 فهمیده مری شاه ملکی قطعی شهرونده، منی که به مهدی پاور دادم من فورس مافیا. این دوتا ارو کارت مهدی نه من باید با هم برخورد کنن یا نه. حالا یه فکت دیگه، من تو دفاع هم فهمیدم 5 میتونه شهروند باشه، حالا به هر دلیلی.
این لوکیشن 19 فهمیدن 5 شهروند من شهروند قطعی مافیام، درسته یا نه؟ خب وقتی دنگتون رو به من دادینه یعنی 5 شهروند داشتینه، درسته؟ خب من خودم گفتم 5 بره بیرون. خب از رو کارت 5 شهروند چجوری فهمیدین من قطعی مافیا؟ بازیکن بابا این شماره فکته، گوش میدین 9. یا نه؟ لک نبودیم بیشتر شبیه زجه بود که نخوای بری بیرون. باشه شاید تو پاشو دابام بارو پر بده به داستان ابوالخوری که بافت. موردی ندارم، مشکلی با قضیه ندارم. من مافیا بودم. باشه بذار در ببندم. من مافیا بودم. آره من که فضا بازی داشتم به یارا رأی بدم. یارا بهم گفت مافیا چه بری چه نری قراره وصیتت کنم تو بازی. من که از پیش باخته بودم کارتمو جارش. خب به یارا رأی میدادم. چرا به تو رأی دادم؟ برای تیم افسود من بود. یارا رو میدادم به روی یه شهروند کرد. بچه سجس اینقدر فات. اصلا اینایی که میگی ربطی نداره. من اصلا نسبت به مهدی شامرکی نو کامنتم. تو یهو فهمیدی رو موجش بشینی بگی بین یک و نو ساید تو بازی. هرچی آقام شامرکی بگه تو بازی. اصلا کاری با کارت 6 و 10 ندارم تو بازی. من یه کارت کف این دک دارم میبینم. کاری با تارگت های بعدی که دارم میخورم ندارم. بذار تارگتشون بزنم. من کارتم باید با تو باشه. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. 10 دو ترن به من گفت شهروند، 4 که تو بازی شهروند بود دیگه، با کارت مافیایی 2. 3 هم تو بازی شهرونده. پس شد چند تا شهروند؟ من یه شهروند، 4 2 شهروند، 3 شهروند. کسایی بودن که رأی دادن با آقای 9 تو بازی. خب عزیزم شما تو بازی چی بودی؟ 3 دنگ از شهروند گرفتی، تو دفاعی هم نیومدی آقای سعید زد. ها آقای مهدی میگه 2 تو بازی حتما مافیا است. من که شهروندم با کارت مافیایی 2. 3 شهرونده، 4 شهروند بود، 5 شهرونده، 7 هم تو بازی شهروندن. نکنه میرزا یارشه شو. برید جمع کنید کاسه گوزتون. باکس 9 و 10 تو بازی مافیا. امروز مهدی رو تک میکنم تو دفاعیه، تک میکنم بیرون. تمام شد. میرزا تو بازی مافیا بود برد. تموم شد. میرزا جان بردی. تک 10 میکنم از بازی بیرون. اینا 10 خود صحبت اول های میگه. نفر بعد. یه پلیگر دیروز گفت تو 7 9 10 مافیا صبح ندید دیگه. دیروز هم دنگش رو داد. نمیدونم دنگ بهش. ببینید آقای سیتونو، من با شما حرف میزنم. شما معتقد 2 تو بازی دیروز تارگت نزدی، معتقد بودی ترنت 6 به نظرت مافیاست، با یک آشتی کردی رفتی به 6 تارگت زدی. ده عملا چالش گرفت با برگه 6 وارد شد دیگه. گفت به نظرم 6 شهروند 2 تو بازی مافیاست. یعنی اولا کارت 6 رو تو بازی سر داد. چیزی که 2 تو دیروز تو دفاعیش بود بی منطق نبود. گفت تو با کارت 6 اصلا بذاریم شهروند مافیا باید بین خود و 10 تو بازی مافیاست. حالا شما دوتا بسید امروز 2 حتمی مافیاست. من امروز به ساید رای میدید دیگه. من یه دونه به 2 رای میدم، یه دونه به 10 رای میدم تو بازی. چون آره دیگه یه دونه به خودت رای میدم، یه دونه به 2 تو بازی رای میدم. چون چیزی که من به نظرم بینتون حتما مافیا بود دیگه. حالا شما پاورتون آقای سیت 10 به 2 این بود که احتمالا 3 هم مافیاست دیگه. خب 3 مافیا باشه که 2 که نمیشه مافیا. ورود 3 روز یک چی بود؟ تک تارگت به 2 تارگت زد دیگه. پس تو 2 3 که بازیکن شماره 1. دو که دیگه نو چین خار مادر، اصلا چینی نداره. با کی میتونه یار باشه؟ 10 که داره فقط پوش میکنه. ببین من مهدی، ببین تو 1 2 6 9 که نهایت یک مافیاست اگر باشه، با اون ایونتی که اول بازی تشکیل شد. خب
احتمال اینکه سعید شهروند باشه و داره چین میشه با مافیا هست، ولی من جلوتون رو نمیگیرم. میخواین بکنیم بیرون 9 و 10 امروز میام بالا. سعید یا برمیگردید چون دارید بعد تارگت دو که دیگه نو چین شد. کارت من 3. خب یعنی من تارگتی که دیروز 3 به من میزد، من 3 رو مافیا دارم. خب یارا رو هم مافیا داشتم، یعنی من اینجوری میبینم بین 5 و 6 هم حتما رو کارت من یه مافیا بود که الان مهدی رو من شهروند دارم، یارا رو مافیا دارم. یعنی مثلا من میگم تو 9 10 باید چین نشسته باشه، یا 2 تا مافیا حداقل باید نشسته باشه. چیزی که من میفهمم دو رو که من کاور میکنم. چرا باید بیاد دو؟ بر چی باید بیاد دفاعیه؟ مثلا دو چینش کیه؟ بازیکن شماره 7. پنجه گفت سیت 9 خروجی بازی باشه، درسته؟ خب رای برای تو نذاش که تو بیای تو دفاعیه. یک گفتش که 7 8 9 10 چهارتاتون رو اینجا، چهارتامون رو کارتامون رو سیاه کرد، درسته؟ چجوری شما زیر 2 رای گذاشتید؟ شما که تارگت تو 3 و 6 نداشتید، 7 هم نداشتید، چجوری زیر 2 سایت چرا باز نکردید؟ ها چرا سایت باز نکردید؟ چون 2 رو مافیا داشتید؟ قبول. 2 رو مافیا داشتید دیگه، درسته آقای شماره 10؟ شما بلند شدی یقه گرفتی چرا سایت باز نکردی؟ خب تو خودت میدونستی که رأی 2 تا رأی با اون با 2 تا رأی نمیره بیرون، اینم با 3 تا رأی نمیره بیرون. خوردش گرفت چرا سایت باز نکردید؟ ها آقای شماره 1 تو 3 رو مافیا داری؟ آقای شماره 1 تو همونی بودی که خودت فکتو کشتی، از سیت 2 چالش گرفتی فقط بلند شو به شیشه بزن همونجا فکتو ببندی دیگه. همونجا فکتو می‌خواستی ببندی. سعید برای چی زیر 5 رأی ندی؟ گفت تو مافیا. آقای شماره 8 اون چاره اینجا، اون چاره خیلی قشنگ گفت، میگه نوعی که فورس مافیای بازیه. خب نوع زیر 5 رأی نداده چجوری؟ ممنونم. نفر بعد. سناریو رو دوست دارم. این سناریو شیرازیه. تو 2 تا کارت رو قراره تحلیل کنی، یعنی ذهنت نمیخواد قراره بچرخه، ساید رو باز میکنی، چقدر ساید قشنگ میشه. آقای 1 بازی، من که به تو میتونم بگم قطعا بازی مافیای بازی هستی. من میتونم به تو بگم قطعا تو مافیای بازی هستی، ولی تو به من نمیتونی بگی مافیای بازی. چون روز اول بازی که فهمیدم اون شیشه شهروند دیگه، من یه سایدی بسته شده، من تو کارتم باید فقط تو ورود کنم تو سایده. به اون 10 گفتم آقای 10 بازی، روز اول من خودم اون فکت 2 رو آوردم، وارد کردم، جریان دادم تو بازی دیگه. به اون 2 گفتم. بعد 10 چالش گرفته، گفتم آقای 10 بازی اگه قرار باشه سایدی بین تو و 10 2 بسته بشه، قطعا به تو رأی میدم. ولی من به تو میگم یه مافیای ترسو آقای سیتی 1 هستی که نتونستی تو سایت باز کنی دیگه. اگه این پنجره تو الان میفهمی اگه مافیای بازی هستی باید تو رأی گیریت میگفتی دیگه. پس اینجای بازی اون ساید اون 5 که خونده میشه دیگه، تو ورود نکردی دیگه. خود اون 4 هم به نظر من مرگش به خاطر همین. بازیکن شماره 6 صحبت میکنه. چالش منو بده 10 قبل من صحبت کنه. قبل من. حسین چالش بده. ببین مهدی شاملکی تو بازی چی گفت تو ترن چالشش؟ گفت با کارت مافیای 2 تو بازی، 3 تو بازی شهروند میشه، 3 تو بازی شهروند میشه استاد. 3 تو بازی روز معارفه گفت 2 تو بازی شو مافیاست، روز یک بلند شد گفت بین 2 و 10 من به 10 تو بازی رای میدم، به 2 تو بازی من نمیام. داخل 2 تو بازی شهروند داخل دک. مگه میشه همچین داخل بازی چیز کنه شما؟ مگه میفهمید شما این همچین چیزی داخل دک؟ من با سیت آخر تو بازی نشسته بودم، من یه دو 4 کشیدم زیر یارو تو بازی رفته بود داخل دک. من از کارت یارو تو بازی خونده بود شهروند مافیا که فهمید تو 9 مافیا هستش. آقای شایان نگفت تو باکس 7 8 9 تو بازی چنج هسته، گفت تو باکس 7 8 9 تو بازی مافیاست. کارت من تو بازی کشید عقب استاد، به من تو بازی رأی نداد، به من نگفت تو بازی مافیا. چی میگه شما؟ آقای سیتی یک میرزا میگه به نظرم تو لوکیشن 3 5 9 تو بازی چین نشسته. استاد من گفتم با کارت مافیا 2 تو بازی من باکس 3 و 6 تو بازی گردن میگیرم تو بازی.
تا چطور فهمید من تو بازی مافیا؟ خود سه تو بازی مافیا فهمید تو داخل بازی درگیری. نه امروز نمیاد تو بازی رای بدید، چون امروز تو بازی رای گیری انجام نمیشه، کارت یارا تو بازی خونده میشه داخل دک. کارت یارا تو بازی شهر و مافیا تو بازی خونده میشه، میریم اونجا داخل بازی، میریم تو 7 نفر تو بازی. امروز نمیاد تو بازی رای بدید شما داخل دک. نه آقا اصلا من ساعت 1 شب برام مهم نیست. من- شما تو بازی عملکرد نامتناسب داشت. شما میگی 2 تو بازی مافیاست، با کارت مافیای 2 1 شهروند، 3 شهروند، 4 شهروند، 5 شهروند. دارم مثال میزنم. 4 شهروند، 5 شهروند، به خودم میگی شهروند. 7 و 8 مافیان، 7 8 9 چینن. 2 تو 7 8 9 2 تا یار داره. سه چیزا میگی مزخرفه دیگه آقا. این نکته اول. نکته دوم، شما تو بازی به غیر از 2 کیو مافیا داری عزیزم؟ آقای مهدی، کی مافیاست غیر 2 داداش؟ 2 مافیاست، اوکی، کی یا چین؟ نکته سوم، 9 واسه تو میگی من شهروندم. 2 گفت من شهروندم، تو 1 و 9 مافیاست. 2 چرا مافیا بود؟ امروز یکم که به خودت تام زد. نمیخوای بگی 2 شهرونده دیگه؟ نه، 2 گفت مهدی شامرکی شهرونده. 10 گفت آره مهدی شامرکی. بازیکن شماره 10 صحبت میکنه. سپاسگزارم. نفر بعد. این دستی طرف گرفتن، اگه دوست داره چالش رو بگیره، اگه اون دوست داره بعدش چالش بیده میشه. ببین نیاکن اون کارت 7 تا 8 که قشنگ نشستن دیگه، حتما شهروند هستن دیگه، کسی از هیچ سایدی نمیخورن دیگه. من بهشون میگم شهروند بازی. من گفتم ورود میکنم دیگه. آقای یکی بازی فقط منم دلم میخواد با شما بیام، من به اون دهم حتما دهم. من اگه قرار باشه که ورود کنم کار 2 تا دنگو بگم، 1 و 10 رو حتما میگم دنگ بازی بیان تو بازپرسی. چقدر قشنگه بازی. اینقدر من عاشق بازی شیرازی هستم، من حال و حوصله ندارم زیاد کارتی تحلیل کنم. باور کن دارم میگه اینقدر قشنگه. فکتا که اومده تو بازی دیگه اینقدر قشنگه. امروز وایس بازی باشه دیگه. من به اون 1 10 میگم مافیا. آقا یک میخوای بگی تو منم 10 مافیا دارم؟ نه، شما دیروز فهمیده بودی تو 3 و 4 باید بیای، بعد توی ورود نکردی تو سایت. این قشنگتر از هم هست. آقای 2 اینم دوست نداشتم با اون 1 دیالوگ کردی، یا میخوای بری تو 19 باز کارت باز کنی؟ ممنونم. من به دست نفر تو بعد. قدرت میدم. قشنگه. یک سوال میپرسم با لایک و دیسلایک جواب منو میدی. تو ناراحتی از این که من چرا سایت تو با 5 باز نکردم، درسته؟ آره، گیریم تو ذهنیت من شهروند بوده، این بخونه شهروند کار بدی کردم سایت تو باز نکردم. آها، یعنی با ساید یک شهروند رو باز میکردم با توی شهروند، یعنی ساید مافیا ذهنیمو با خودم نباید باز میکردم تو بازی. آره؟ چرا داداش، مگه من مطیع تو هم؟ و کلتون فهمیدین 10 یار ما بوده، گفتیم داداش دوتایی نتونستیم 2 تا رأی بخریم 2 رو بدیم بیرون. چجوری نوچینه های میرزا 2 تا رأی نمیتونم براش بخرم؟ کی اصلا تارگتش زد شد نوچه به جز منو 10؟ چجوری نوچین شد تو بازی که همه گفتم اصلا رأی نمیدی؟ خب از چرا نرفت؟ نوچین بود در پاور گرفته گفته نو در با هم یلقی میدم بیرون. آقا ناراحته من به شهروند ذهنی رأی ندادم سایدت. خب سایدت باشو الان بازیکن شماره 2. قد فکت من 50 کیلو هم، ولی خب اینم زیاد، قدرت بیانم زیاده. مهدی شاملکی تو فرض کن با 9 و 10 تو کیاسی، درسته؟ خب 9 و 10 رو کارت تو اختلاف دارن، باید به تو دست بدن. خب تو بین 9 و 10 بندازی بیرون، درسته؟ لایک همه تونو ببینم، لایک همه تونو ببینم. پس
بین 9 و 10 باید مافیا باشه، درسته یا نه؟ خب 9 و 10 فهمیده تو لوکیشن 2 و 5 که دیروز تو بازپرسی بودن 5 قطعی شهروندشون بوده که به من گفتن مافیا، دنگشون رو دادن به من. خب 9 و 10 بازی کارت شهروندیتون ایجاب میکرد تو لوکیشن 3 6 7 تارگت بزنید، باید اینا یار من باشن، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ خب یک و من چرا باش دیالوگ کردم؟ 1 و 4 اومدن یه کاری کردم، میتونستن رأی پر کنن. خب زودتر 10 یا من برم یا 5 شهروند 9 10 بره، درسته یا نه؟ یه لایک دیگه بدین، یه لایک دیگه بدین، یه لایک دیگه بدین. آدم بابا به فکت به هیچی ولش کن. بازیکن شماره 7. بازی خیلی زور داره، من بخوام به تو ببازم خیلی برام زور داره. 5 شهروندت بوده، کارتشو گفته میندازم جلوی دوی بازی، چجوری به 2 9 10 به 2 رای دادید؟ 5 شهروندتون بوده، پس مسیر تارگتیتون امروز 3 6 7 بوده که بلند شدن زیر 5 رای کشیدن. مسیر تارگتیتون 3 6 7 بوده، چجوری باز بالا میشید میگید دوی بازی فقط؟ آقای سعید خان ها، مهدی شاه ملکی تو اون نوهر فورس مافیا داشتی، چجوری میگی 9 و 10 بیان بالا 10 بره بیرون؟ پس الان که همه فکتور میشونه رو 9 بازی. 5 گفته 9 قطعی خروجی بازی، رأیشو نداده، 9 نیومده تو دفاع. خودت داری میگی 3 4 5 بلند شدن به 9 رأی دادن، 9 نیومده تو دفاع. چجوری به 9 نمیگی؟ پس میگه اول 10 بره. آقای مهدی شاه ملکی امروز اون 9 رو بدیدش بیرون، خلاصش کنید مثل باد فشنگ. بازیکن شماره 1. من شماره 3 شما گفتم رو کارتم. ببین من که شات 4 که باز فک شهروندی منه، هیچکی جز من بهش رأی نداد دیگه. من یه 3 و 4 رأی دادم در حالی که میتونستم خیلی جای دیگه رأی بدم. پس این آقای 3 رو کارت من هر جا بودم نبودم ایشون رو کارت من مافیا هست، مگر اینکه مسیرش رو درست بکنه، اونم حالا میذاریم کنار. من امروز به 9 و 10 رأی میدم، به شما رأی نمیدم. شما میخوای منو بیاری بالا، بیار، تونستی بیار بالا. امروز 9 و 10 میام بالا. 2 که شهرونده، 6 هم شهرونده. 5 به نظر من با شهروندی 6 5 میتونه مافیا باشه. اینکه سعید رو اونجوری وصیت بکنه، تو تارگتش بهش بزنه و بعد سعید ببنده، حرکت عجیب بود. به نظرم باکس 9 و 10 میتونن مافیا باشن. اگر یارا مافیا باشه تو 9 و 10 یه شهرونده. که الان این صحبت 7 هم عجیب بود، داری خورده میگیری که چرا 9 میخواد نمیخواد بکنه 10. چیزی نگو، گفت میخوام 9 و 10 رو بیارم بالا. اصلا خورده عجیب بود. پس من رو کارت خودم 3 مافیاست، تو 9 و 10 هم یه دونه مافیاست. یارا هم باید مشخص بشه، اگه یارا شهروند بود باکس 9 و 10 میتونه مافیا باشه. تمام. نفر بعد. اگه مافیا باشه میگی تو 9 و 10 یه دونه مافیاست. 3 دنگ داده، 7 دنگ داده، 6 هم که رأی داده، دورم که بخشید باش تو سایت بوده. چینش فقط میشه بین من و تو. من که میگم امروز رأی ندیم تا طرف 5 تو بازی در بیاد. 9 ترناش عجیبه. 9 میگه من شما رفت ساید تو رو با شهروند باز نکردم. داداش مگه ساید 5 خونده شد که شهروند مافیا؟ تو میگی که من ساید تو رو باز نکردم. چقدر ترنات عجیبه. یعنی هر سری صبح ببین 10 و 9 با هم مافیا باشن فقط باکسشون 3. فقط. من به نظرم 5 هم باکسشون نیست. میدونی چی میگم؟ من میارم بالا 10 رو میارم بالا با 2 رو میارم بالا صحبتاشو، ولی رأی ندید تا ساید 5 در بیاد. فردا تو 7 نفر میفهمیم چی به چیه دیگه. من میترسم شهروند بره بازی در نیاد. من رأی نمیدم تا ساید 5 تو 5 اگه شهروند باشه 3 قطعی مافیاست. اینو حواستون باشه. 5 اگه شهروند باشه 3 قطعی مافیاست. آقای شماره 10 مایکتو باز میکنم، به من عدد بفرمایید. 2 3 2 3.
کسی رو نگم یا باید بگه؟ بذار بگه. 1-7. ده 10-3. من 10-3 رو میگم. نمیدونم 9-6 بگم یا 1. 9-1. رفقا لطفا صحبت اضافی نکنید. 9-10. 9-10. 9-10. 1-10. 1-10. آقا میام بالا با 10. نه و 10. آقای سیت 10 با 5 رای که وارد دفاعیه میشن. یه لحظه صبر کنید بقیه رو بشمارم. آقا رأیگیری مجدد بین 1 و 3 بازی جفتشون 3 رأی بودن. بجز آقای 10 که وارد دفاعی شده من از بقیه‌تون مایک میگیرم بین 1 و 3 به من عدد بگید. یعنی چی؟ فقط بگم 1 یا 3؟ آقای 10 وارد دفاعیه شده. بین 1 و 3 یه نفر باید وارد دفاعیه بشه چون رأیاشون 3-3 مساوی شده. دوباره از بجز خود 10 که وارد دفاعیه شده و 1 و 3 از 9 8 7 6 2 میپرسم بین 1 و 3 انتخاب کنید که کی بیاد داخل دفاعیه. گفتم حسین 1 میرزا. من میدم 3. یک 3. رای گیری شروع میشه. 3 آقای رفقا به شماره های 3 و 10 رأی بدید. رأی گیری ادامه پیدا میکنه. به 3 و 10 رأی بدید بیان داخل دفاعیه. و استثناء چون نفر 5 بعد دیسکانکتی حساب میشه من ساید 5 رو میخونم نسبت به اون چی میگن وضعیت شهر اعمال نمیشه. مثلا بگم سابق وضعیت بحرانی یا نفر وضعیت بعد سفید. به 3 رأی بدید. آره به 10 هم رأی بدهید. نفر بعد بازیکن بعد بازیکن بعد بازیکن بعد بازیکنان شماره 3 و 10 میرن به دفاعیه. بازی خیلی قشنگ و رایجی هم هستش، خیلی هم روونه دیگه. ببین با سایت باز بشه دیگه، مگه میشه سایت باز نکنه؟ فقط من یه دیالوگی دارم آقای سیت 8 عزیز، من میخوام ببینم تا کجا فهمیدی که این 3 رو با اون 10 بخوای بزنی بازی.
من که از روز اول بازی که برایند آوردم داخل بازی دیگه. گفتم آقای سیت 2 روز اول گفتم آقای سیت 2 بازی تو توی این سایده بلند شدی گفتی 1 و 9 یه شیشی فهمیدی 1 مافیای بازیه، بعد تو ورود کردی گفتی 1 و 9. بعد از اون چالش دادم به اون ده گفتی که آقا تو باید بری اون 2 رو گردن بگیری. خودش اومده وسط بازی. گفتم آقای 10 بازی تو اینجا میتونم بگم به تو مافیای بازی، ولی تو شهامت نکردی بگی اینجای بازی. ببین تک تک کارتاتون رو میتونم تحلیل کنم دیگه. آقای 8 بازی فردات فشار تارگتی فقط بین من و توه، هیچ جای دیگه نمیذارم بده. مگه میشه تو بشینی 2 روز فقط اون مرسی. نفر بعد. من برایم تو بازی اشتباه بود تو بازی. آقا امروز میکشید زیر 3 تو بازی. من فردا خودم 9 از دک میکنم بیرون. 9 من فردا تو بازی نمیذارم بشینه تو بازی. آقای سیت 9 کل برایندش تو بازی با من یکی بود. زیر کی تو بازی دنگ داد داخل دک؟ به 2 تو بازی نداد، به 3 تو بازی نداد، به کی تو بازی داد؟ به 1 و 7 تو بازی داخل دک. کل برایندش با من تو بازی یکی بود. امروز 3 از کارت مافیاش تو بازی 3 و 9 تو بازی چینن داخل دک. 3 9 تو بازی چینن. 3 از کارت مافیا خلاص من فقط 9 از دک میکنم بیرون داخل دک. آقای میرزا داداش گلم میگی 5 تو بازی به خونه شهروند باکس 19 تو بازی مافیاست. داداش ما که به یارا تو بازی گفتیم شهروند، یک داش میگه 50 تو بازی مافیاست. تو بلوکی رای گیری که 5 تو بازی مافیا نداری، میگی 19 تو بازی مافیاست و 3 تو بازی مافیاست، 7 تو بازی بعد شده خودی. نه امروز 3 از کارت مافیا خلاص میکنید. من تو بازی اشتباه کردم، تو بازی به 9 تو بازی نزدم. بین 3 و 10 حتما باید رای بدهید. سه. 10 بگیره. نفت نشینم به کی دنگ داد. حسین آقای 9 به 3 رای داد، 8 و 7 به 10 رای دادن. لطفا من مایکتون رو باز میکنم، خودتون دنگاتون رو بگید و مایکتون رو هم ببندید. داد. ده. بده 10. 10. 10. جواب کش. بده 10. لطفا به 10 رای بدید، اینایی که به 10 رای دادن. یه دونه هم که به 3 رای داده زیاد مهم نیست، عیب نداره. به 10 رای بدید مرسی. دیگه. تایم نفر وصیت بعد. خود وصیت کنه داشت. ساید بذار وصیت کنه. ساید آقای بازیکن 5 بازی شماره شهروند. 10 ساید با آقای رأی 5 اکثریت بازی از بازی میره شهروند. بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. ببین باکس وصیت هم باکس 78 رو داخل بازی کاور میکنم تو بازی. حتما شهروند بودم داخل بازی. باکس 2 3 6 9 تو بازی چین نشسته. 2 3 6 9 میرزا تو بازی میرزا رو ول کن. میرزا کلا تو در دیواره تو بازی. 78 تو بازی کاور 2 3 6 9 تو بازی چین انداخته. تمام شده رفت. مهدی جان داداش دمت گم نشستی با ما، مرسی ازت. بریم برای فاز شب. شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا بیدار. با اون تو اولین نفری بگی چی که به 10 رای بدی، بعد تو میای میگی 3. 6 رو بزن تمام. با 6 رو بزن. چینو چرا شو میکنی؟ مگه داریم؟ من امروز باید بیام فقط تو پاچه تو. مگه میشه؟ من از 2 روزه دارم رو تو هم میزنم. درست.
آیا حسین من ریحانه رو پیدا کنم فقط میزنمش. 6 رو بنویسا. 6. نوشتم برای حسین شیشو و فقط ریحانه رو من تا یه ماه نبود. تیم مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان. یک روز دیگه شروع میشه. اگه موافق استعلام وضعیت هستین لطفاً رأی بدین. بریم برای اجرای اکت کاراگاه که استعلام سر خواست. کسی که صدای من میشنوه یه نقطه بر من بذاره. استعلام مثبت. استعلام مثبت. استعلام آقای سه بازی مثبت. در شبی که گذشت خداحافظی کردیم با آقای مهدی شاه ملکی. بفرم آقا مهدی وصیت. آقا 10 که دیگه مافیا بود دیگه. ما با کارت مافیا 10 که تو بازی شو شهروند 10 تو بازی مافیا بود ما کشتیمش. 9 و بعد من 9 یعنی تک وصیت میذارم 9 رو میکنید بیرون. 9 تو بازی آدز نداره شهروند باشه. 9 شو مافیاست. 10 گفت من 3 و 9 رو بچینم میکنم بیرون. 9 دنگشو داد به 3. یا علالاجب ما میریم بخوابیم شما 9 رو بکنید بیرون دیگه. شبتون یک دور صحبت همه بازیکنان رو میشنویم و امکان دادن چالش نیز آزاد. آقا خدمت شما به شماره 1 9 مافیا. نمیتونم از 3 مافیا بگیرم، یعنی بخوام مافیا الان کنم باید بگم 8 مافیای بازی، یعنی یار 9 رو باید بگم فقط 8. آقا متوجه شده اون آقای شماره 4 بلند شده گفته 7 8 9 شب روز رو ندیده. خب زیر درم رای داد. فعلا همین 9 رو بدید بیرون. بچه بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. خب ببین، 3 فعلا شهرونده. اگر حرکتی زد که 1 و 10 آورد بالا، میتونیم اینجوری این آدزش اینه که 9 رئیس باشه که خواست 10 رو بده بیرون. اینجوریه آدزش اینه. امروز که 9 میره بیرون، میبینیم شاد کجا میشینه. ترجیحاً بین من و 2 اگر دکتر هست سیو میده. 2 که حتما شهرونده. امروز ایشونو میدیم بیرون. بعدش اگر باشه به نظرم بین 3 و 7 میتونه باشه، یعنی اون آخریه بین 3 و 7 میتونه باشه که باز 3 روز اول نمیدونم، من 3 رو به خاطر تارگتش به خودم بود، وگرنه 9 دیروز اصلا بالا نیومد. عجیب بود. 9 و 9 و 10 با باکس بودن، اصلا این که مشخص بود باکسن، ولی 9 اصلا بالا نیومد. امروز 9 رو بکنیم بیرون، ببینیم شاد کجا میشینه، اون یه دونه رو در بیاریم دیگه. یس داری میخوای یکی دیگر بکنی بیرون،
او آقای هشت انگار چیزای جذاب میخواد برای ما رو کنه. ببینم چی میخوای بگی. بازیکن شماره 8. من از روز یک بستم رو شهروندی تو دیگه، میفهمی چی میگم؟ من تو رو شهروند کردم، شیشم تو بازی شهروند کردم، یکم تو بازی مافیا ندارم. ببین قبول داری اگه 9 مافیان باشه یار 3 تو بازی؟ دیروز 3 به من چی گفت؟ خوردش به من چی گفت؟ بشینم تو بازی از دک میکنمت بیرون. گوش کن دیگه. 5 چی خونده داداشی؟ یه لحظه به صحبتام گوش کن، ذهنتو میخوام باز بکنم. 5 خونده شهروند، 3 تا دنگ داشته، 3 7 6. میفهمی چی میگم؟ تو اینا باید مافیا باشه دیگه. آفرین. ما الان فهمیدیم 5 تو. من مافیا بودم 5 رو میکشتم. میفهمی چی میگم؟ هفته میگه من مافیام. اوکیه. پس امروز یه رأی یک به 3 میدید، یه رأی یک به من میدید. گوش کن صحبتامو، میفهمی چی میگم؟ 3 مافیا احتمالاً چینش 7. من باز آدز پلی میدم به 9، نمیگم 9 شهرونده. 9 مافیان باشه 3 به نظرم چینشه، 9 شهروندان باشه 3 به نظرم مافیاست. آقای شماره یک، شما میفهمی من چی میگم؟ من به نظرتون مافیام؟ دیروز 10 کشتم دیگه عملا. من دنگام 10 و 3 بودن. میفهمی چی میگم؟ من کسی بودم که 5 شهروند رو نکشتم، در حالی که چیزش هم داشتم بکشم، چون 10 به من گفته بود شو. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. هشت بازی چی میگی؟ با فورس مافیای نوع بازی باید تو لوکیشن 3 و 7 مافیا تعریف کنی، درسته یا نه؟ تموم شد و رفت. 9 میره. ببین من 7 و میرزا بیشتر مافیا دارم. چرا؟ 7 اومده من شهروندو با اون 5 شهروند تو 2 تا بلوک مختلف اوورد داخل دفاعیه، مجبورمون کرده با هم ساید بگیریم، درسته یا نه؟ فهمیده روز یک لوکیشن 9 10 هیچی هن. دیروز فهمیده با 10 بفهمه 3 مافیاست، نوعی هم که 10 بهش گفته بود قطعی مافیا بفهمه به 3 رأی بده، خود 7 هم فهمیده به 3 رأی بده. از رو کارت کی؟ از رو کارت میرزا. پس میرزا میشه قطعی شهروند ای دک، درسته یا نه؟ خودم میشم قطعی شهروند ای دک، 3 میشه قطعی شهروند ای دک. 9 میره. 8 باز 9 میره. خب نفر بعد. واقعا جدی یه سوال ازتون بپرسم، جدی باشی. من مافیا بودم رأی ندادم 5 بره، اونو میذاریمش کنار. یعنی شما که هیچ آز خطایی برای یک پلیر قائل نیستین. اولی خطا، آخرین اشتباه. تو خطا کردی باید بری نمونی. اوکی، ما خطا کردیم با یه 10 نامی بازی کردیم، 10 مافیا بود شهر گردن گرفت. قبول. قبول. ولی باکس نمی شدیم با هم تو بازی. باکس نمی شدیم با هم تو بازی. میزا منو میشناسی، میدونی یار فروشم تو بازی. امکان نداره من یار نفروشم. و اون شو بوده و من نفروختمش. باکس نمیشم باش تو بازی که بگی دوتایی باکس شدید یار به یار با هم برید دور بزنید، تهش هم نتونستیم. پاور رو کردیم تنش که ما رو بندازه بیرون. اوکی، 2 شهروند، تو هم شهروند، اصلا 8 هم شهروند، ولی من با 10 باکس نمی شدم تو بازی. بازیکن شماره 3. دیالوگی کردم باکس من شما نشید اون ده فهمیدی که آقا راهش اشتباه بوده، فقط بکشه زیر تو دنگ بازپرسی گفتی فقط 3 بره. مگه میشه آقای نوع بازی؟ اگر اینجای بازی هم اگه من بخوام یه آدز شهروندی برای بزنم دیگه نمیتونم بزنم.
دو تا شهروند رفتن بیرون بازی گفتن آقا اون نه قطعی مافیای بازی، اینجای بازی که نمیتونم بسارم دیگه. من فکت شما رو کل شهروند آورده دیگه لازم نیستش که من این فکت شما رو جاری کنم. من فقط با این بغل این دینگه یه دونه دیگه یه نفر دیگه رو تعریف کنم که اون هشته تا هشته رو فهمیدی شهرونده. آقای هشته بازی تو چیکار کردی؟ تو اون دینگی که یه شهروند یه دک فهمیده اون 10 و 9 با هم دیگه باکس هستن، تو اومدی بغلش چین گذاشتی، درسته؟ آقای هشته بازی تو فقط یه تعریف میتونی بکنی، بگی با اون دوه که فهمیده اون یکی شهروند دیگه باش داره دیالوگ میکنه دیگه. من 10 بار بهش راه گفتم آقای دوه بازی من فهمیدم تو شهروندی، اون شیشه هم شهرونده. این فکت قشنگی نیست آقای هشته بازی، چون خودم اول ورود کردم با کارت اون شیشه ورود کردم تو بازی. بازیکن شماره 1 صحبت میکنه. هفته صبح آقای شماره 8 یادت هفته به 6 داشت خورده میگرفت که چرا 9 و 10 رو با هم میزنی؟ گفت کیو؟ گفت 9 چرا نمیری بزنی؟ آره گفت چرا 9 رو نمیری بزنی؟ آره خب 10 و چی کار داری؟ بیا یه حرکت بزنیم دوم متا. امروز با این 8 بازی میکنیم، این 3 رو میکنیم بیرون. خب یه لایک بهم بده. این 3 رو میکنیم بیرون، بین 7 و 9 یارشو پیدا میکنیم. من میخوام این کارو بکنم. آره اوکی روال، بریم چه خبر. بازیکن شماره 7 10 مافیای بازی بوده دیگه آقای شماره 1، درسته؟ 9 گفته دنگمو میدم به 3، 8 گفته میدم به 10، منم گفتم میدم به 10. حالا اگه من میدادم به 3، اون شیشه دیالوگ کرد چی؟ هفته به کی رأی داد؟ بعد بازی گفت به 10، گفت منم میدم به 10. چجوری بلند میشی میگی من خورده از شیشه گرفتم؟ ها دارم میگم آقای مهدی تو نوع رو مافیا داشتی چرا نه نشده؟ خب الان تو وصیتش که گفت نوع مافیا بازیه. حالا با چه برایندی میخوای صحبت کنی آقای شماره 1؟ ها آقای شماره 8 کاراگاهی؟ یکی میگه بهت کاراگاه بازی، دیسلایک میتونی بدی، دیسلایک میتونی بدی تو روند بازی. ها اون شیشه وقتی مرده گفته نوع مافیا بازی، که من گفتم چرا به نوع نمیزنی؟ کدوم براینده داری بازی میکنه آقای شماره 1؟ ها میگه وسط بازیکن شماره 2 شهر ببین میرزا یه لحظه به من گوش بده. خب من از رو کارت شهروندی مری شاملکی گفتم تو لوکیشن 1 و 9 باید مافیا باشه، درسته؟ یه لاک به من بده سریع من این بازی جمع کنم. خب 10 اگر داخل این لوکیشن یار نداشت میومد خب بازی رو برداره بگه 2 مافیا 3 مافیاست. ها بگی 2 مافیا 3 مافیاست. خب بعد تو این لوکیشن یار داشته، درسته یا نه؟ خب او 10 فهمیده تو شهروندی، 8 فهمیده تو شهروندی، او 6 هم فهمیده تو شهروندی، درسته یا نه؟ خب بعد تو لوکیشن 1 و 9 میشه قطعی مافیا، درسته یا نه؟ این تا اینجا. بعد 9 فکت تو گوش بده. خب فکت آقا یه ستوری ولم کن. یه 4 شهروندی گفته 9، یه 5 شهروندی خودم تو خب برگشتم تو دفاعیه باش گفتم آقا باش دیالوگ کردم گفته 9، 6 رفته بیرون گفته 9. میرزا 3 تا پلیر کارتشون رو 9 گذاشتنه. مگه میشه من این 9 بذارم داخل دک بمونه؟ شهروند به درک. بازیکن شماره 8 خب ببین من که نمیگم 9 شهرونده اساتید محترم. آقای شماره 2 ما 2 روز به شما موضع دادیم تو دک، کاورت کردیم، رفتیم به یارمون تو بازی تارگت زدیم که چیکار بکنیم تو دک. من میگم مگه 9 شهرونده؟ میگم تو دنگایی که به 5 شهروند دادن 3 دنگ داده، 7 دنگ داده، 6 دنگ داده. نمیخواید شما دنبال
مافیا بگردید 3 شهروند رای دادن به 1 شهروند. من دیروز دنگام کیا بودن؟ 3 و 10 بودن دیگه. ترنم کیو کشتم؟ 10 و کشتم. اوکیه. مگه من میگم 9 تو بازی شهرونده که میگی 9 جرم کرده 9 باید بره؟ من میگم تو 9 و 7 مافیاست. تو 9 و 7 مافیاست. ما باید امروز بگردیم تو دنگای 5 دنبال مافیا بگردیم دیگه. 6 بوده شهروند. 5 که کارتش معلوم شد شهروند. تو 3 و 7 باید مافیا باشه دیگه. من باید مافیا باشه. 3 شهروند رای دادم. مافیا دستش چپ بوده رای بده. خب به 3 باید رای بدی دیگه. نباید رای بدی به 3 آقای شماره 2. بازیکن شماره 3. به بازی با فکت آقای سیت 8 عزیز. اگه من که به دنگ دادم به اون پنجه بلند شده دیالوگ کرده دیگه. من گفتم اون 10 قطعی شهرونده دیگه، مگه نگفته؟ من بلند شدم 2 تا کارت میتونستم تحلیل کنم، یکی بلند شده سر دنگش گفته 3 و 4 دیگه. پس اینجای بازی تو باید بری تو اون کت اون یکه دیگه. آقای یک بازی اگه شما برید اینجای بازی داری با استعلام و چیز بازی میکنی که بد ناراحتم برای پلیریت، که من که قطعا مطمئنم تو ساید مافیایی نشستی دیگه. مگه میتونستی بگی اینجا بیای با استعلام بازی کنی؟ بازی داره رواج داره با فکت وارد بازی میشه. پس من تو اون 2 نفری که داره وارد میشه تو بازی، شما فهمیدید تو اون 3 و 4 که خونده شهروند، من که خودم هم تو کارت شهروندی داشتم بازی میکردم. آقای 8 بازی این کارت تو رو فقط میدونی چیکار میخوام بکنم؟ اون یه هفته بلند شه برای تو حرف تو رو بفهمه. ببین یعنی شما میخوای بگی تو اون دنگی که دادیم ما اومدیم سایت باز کنیم، من که برو اون کارت شیشه گفتم آقای 5 به 2 که نگفتم، یه 2 بالا بوده یه 5، من با یه دونه اعلام میکردم دیگه. پس این جای بازی اگر تو داری میگی با اون 2 باید بگی قطعی 9 امروز بره، فردا برو بگردم دنبال یه لایه دیگه. تو دنبال لایه دیگه یا بازیکن اون یکی شماره 9 صحبت میکنه. ذهنیت فردی هر نفر چقدر برات مهمه های سیت 2؟ خب 5 گفته 10 قطعی شهرونده. فاکتور از این نظر که 10 نمیرفت بیرون و حرف هر نفر خیلی مهمه. تو با استناد به حرف 5 میخواستی 10 رو تو بازی نگر داری؟ آره؟ آره؟ خب لایک بده دیگه. مگه برات مهم نیست اینا که رفتن چی گفتن؟ لایک بده دیگه. چون 3 نفر بازی رفتن بیرون گفتن نو، پس سند حجیت داره سعید بره. یارو قطعیت شد دستش گرفته کوبونده رو میز، میگی نه اینی که تو مطمئنی؟ نه من هنوز میخوام شرطی بازی کنم. اگر اون درست بگه، اگر این بشه، پس سعید باید بره. خوزعبر میگی، تهش هم میگی فکت دیگه، فکت دیگه. آقای 7 بازی بفرمایید. ایکسه. دوباره میگی داداش. شماره 3. باید 2 نفر رو اعلام کنی. خب 3 و 9. 3 و 9. آدم 3. 3 و 9. 3 و 9. 3 و 9 چیکار؟ خودم و 9. آقا همینطور که دیدید 3 و 9 زمان رأیگیری 6 دوستان رای آماده آوردن. باشید. بفرمایید بهشون رای. سی از اون 2 نفری که بازی نگاه میکنن سناریو مافیا کلاسیک، نفر بعد ممنون از اینکه همراهیمون میکنید. بازیکن بعد بازیکن بعد
نه مافیا کلاسیک به نفر کل بعد درباره نداره رفقا. بازیکن بعد بفرمایید دفاع کنید. مجدد از 7 8 1 2 مایک میگیرم در مورد رأی‌ها. رأی‌دهی اجبار. شماره 3 و 9 در دفاعیه حاضر میشن. ببین من یه چیزی خیلی دوست دارم تو بازی مافیا، برای فکت خیلی ارزش قائل میشه. فکت رو هیچ مادرم نمیخواد بکشم. فقط اینجا یه بازی فهمیدم که آقا دوتا شهروندی که داشتم بازی میکردم فهمیدن که اون نوع مافیای بازیه دیگه. خودشون رفتن داد زدن، گفتن آقا تو 9 یه 4 رفته گفته آقا تو 9 8 7 مافیا هستش، فرداش نیده. یه 6 بلند شده گفته آقا تو 9 و 10 دیگه. من اینجای بازی که نمیتونم. ببین یه چیزی هم دوست دارم بهتون بگم، من اینقدر بدم میاد این تحلیلشاتو دوست ندارم. یعنی کسی که پلیر با یه بلند شه آقا فکت بلند شه بگه آقا این سه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اومدم مثلا من کارت دوه رو اومدم سواب کردم، بلند شدم رفتم یه جای دیگه زدم. یا دوه با مافیا باشه یا من با مافیا باشم دیگه، غیر از این که نمیتونه باشه. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. بعدم میاد از اینکه یکی میره بیرون میگن اونی که مرد حجیت داره سند او همه اون هرچی گفتایی مگه به اون وحی میشه. و من شب به شب فکر کردم کی تارگت مستقیمم بوده، گفتم بذار اونو بزن. خب 3 تا تارگت مستقیمم بزن، خب مشخصا شو میشه. بوز نیستم تو بازی که انقدر میفهمم با یارم پشت به پشت نگم برم یکی رو تارگت کنم. انقدر میفهمم که یه جای شو شد بگم آقا دیگه ولش کن میکشم زیر صندلیش. که چجوری میتونید بگید من با در باکس بودم تو بازی؟ خب 3 مثلا یار ما 8 که قطعیتش کوبید رو میز. تو برای بقای خودت که باید امروز به 3 رای بدی، یا قرار به شکاکیت خودت به من رای بدی. مثلا هر کاری میکنیم بکنیم. من فقط ریحان ببخشید 3 شماره 3 3 سارا بکش 3 رفقا به 3 رأی رأیگیری بدید. شروع میشه. بازیکن بعد بازیکن شماره 3 با رأی اکثریت از بازی میره بیرون و کلام آخرش رو میشنویم. آقای قطعا که بریم نگاه اینجای بازی اگه شما داری با فکت کارت داریم بازی میکنید که اون هشته که به شما کارگاه بازی نمیتونه باشه دیگه. آقای هفته بازی با تو دیالوگ کردم دیگه، قطعی باید تو اون هفته 8 مافیا نشسته باشه. مگه میشه؟ یه 2 تا شهروند مردن گفتم آقا اون نوع قطعی مافیای بازیه دیگه، باید 2 تا مافیا در کنار اون باشه دیگه. مگه میشه 2 تا مافیا تو بازیه دیگه؟ آقا بریم بازی قشنگی آقای دو شب آقای سیت 9 8 از تیم روند مافیا بازی قراره بیدار. کیک بشه. آقای سیت 9 8 قراره کیک بشه. شاتتو به 8 نزن. نرو بده 8 اگه بشه پس میرزا رو بزن. اوکی. آقای 8 میرزا رو آقای 8 از روند بازی کیک میشه.
میرزا شات شب. ریانه هم آنلاین شد، کاریش داری. بزن ریحانه دعا کن من همینجا بمیرم، واقعیت به فقط بازی تموم شه، فقط بازی تموم شه. سعید بمیر سعید. سعید چرا نمیمیری؟ بمیر. منو انداخت تو یک جهنم. تیم مافیا بخوابه. سلام. گروه شهروند بیدار. آیه 8 بازی از روند بازی کیک شد. دکتر کارگاه بازی. دکتر بازی اگه تو بازی هست سیو برا من بنویسه. یک کارگاه هم روز اگه دیگه هست شروع میشه. برا من بنویسه، من گفته که خصوصی بزن. من گفته که خصوصی بنویسم بزنم. لطفا چلنج هم نگیرید رفقا. وضعیت سفید. میتونین برای استلام وضعیت رأی بدین. یک دور همه بازیکنان صحبت میکنن و امکان دادن چالش نیز هست. اصلا شک نکنید سعید مافیا بوده، به 3 رای داده. یعنی اصلا ذره شک نکنید به این. آقای 8 بهتر بود ما 9 میکردیم بیرون، تو کیک نمیشدی. خب یعنی من متوجه شدیم تو یس داری، ولی سعید بگو که چی شد فکر کردی اونجایی که 10 گفت من میخوام بازی رو برگردونم، میخوام 9 بکنم بیرون، تو چرا به 3 رای دادی؟ چی شد یهو فهمیدی که 3 مافیا بود؟ سعید خیلی داری به اسپلیر میشینه. دهنت سرویس. تو 4 تا هم رای ندیم، تو 4 تا هم رای ندیم به نظر من. آره 4 تا رای ندیم. البته من اجباریه رای بدیم ولی رای رو مساوی کنیم. هر کی داریم رای هست 2 نفر میان بالا دیگه. خب یکی اینو میده یکی اون رای. پزشکم سیف میف نده، بذاریم بدبخت شاتشو بزنه بعد ببینیم چیکار میشه. بازیکن شماره 2 صحبت میکنه. چقدر فکت آورده میرزا. من خودم فهمیدم میرزا، خب که تو رای دادی گفتم توف بهتون. خب ببین ببین هفته بازی تو فکت داری، یعنی من اگه بخوام تا فردا صبحم برای تو فکت بیارم میتونم فکت بیارم، ولی یه چیزی هست به نام بیس بازی. نوع بازی تو امروز میری اصلا به کیاس هم نمیکشه. میدونی چرا؟ خب یه پلیر نباید بعد 2 ساعت بگه من اشتباه کردم. تو حق یه اشتباه داری، حق 2 اشتباه داری. خب من کارت 4 5 6 حرمت دارم برام، حرمت دارم برام. تو اشتباه کردی، خب تو باید بری بیرون اجماع بشی، بازی بعدی اشتباه نکنی. تمام شد میرزا. من تو 4 نفر تمومش میکنم. صحبت‌های نفر بعد. مایدون نگو فکت داری، من فقط یه تارگت به تو زدم، از روز بعدش برای توضیح میدم. گفتم آقای شماره 9 و 10 برای چی سایدو باز نکردید؟ آقای شماره 10 تو خورده گرفتی ساید چرا ساید تو رو با 2 باز نکردن؟ 50 آماده بود، برای چی ساید باز نکردید؟ گفتم آقای شماره 9 تو معتقدی 5 شهروند، منم شهروندم، 6 هم شهروند داشتی، 3 هم شهروند داشتی، چرا بازم ساید باز نکردید؟ گفتید 2 بازی رو قفل نگه داشتید، گله نگه داشتید. گفتم آقای شماره 9 خیلی زور داره من بخوام به تو ببازم.
بودم آقای شماره ده برای چی این کارو کردی اون کارو کردی؟ چه فکتی دارم ها؟ تارگت که اشتباه نداشتیم که. آقای شماره اینو متوجه شد باید رأی بده 7 و 1 بیان توی دفاعیه. بعد اونجای بازی که دهه گفت من مسیرمو میچرخونم این نوها رو میدید بیرون، 3 رو میدید بیرون، فهمید یعنی با 10 بازیکن 3 رو بده بیرون. باز با همون مافیاش بفهمید باید بازیکن 3 رو بده بیرون. همه اجماع رو 10 بود. چرخ سعید بازیکن شماره 9. نه اشتباه خوب. اینطوری است. پس من فهمیدم گفتم خب من که با 10 نتونستم یارم بفروشم، چه اشتباه کردم نتونستم 10 یارم بفروشم، پس برم 3 یارم رو بفروشم، اونو نتونستم اینو بفروشم، جبرانم و مافاتم رو جبران کنم. دمتون گرم. بعد داداش من بیشتر خوشحال میشم امروز رئیس سورپرایزی که تش میگه شب میشه عشق میکنم با اعماق وجودم اونو بشنوم. تو تارگت اشتباه نداشتی؟ آره شاید تو کلا تارگت اشتباه بودی. 5 مگه کردن همون تارگت اشتباه بود. به تارگت اشتباه گفتی چرا سایدمو باز نکردی؟ تارگت اشتباهت نبود؟ ها؟ یارو دیسکانک نمیشد که قبول اجماش کنی تو بازی اگه اون تارگت درستته. دیروزم که نخواستی 3 بره، نکنه تا فهمید اون کارگاه برای اینکه بمونه نخواستی 3 بره. رای شده؟ تو رو خدا رای شده جان. ای جان. میریم برای رأی گیری. آقا رأی ندید. آقای میرزا مایک باز میکنم بفهم. نفر بعد. 2 تا باید بگم نه 7 و 9. ما 7 و 9. خودمون 9. نوبت من شد خودم 7. به 7 و 9 رأی بدید. نفر بعد. شماره های 7 و 9 در دفاعیه حاضر میشن. من 50 رو تارگت زدم چون به کارتم توهین کرد. درسته؟ تو چیکار کردی؟ گفتی 2 شهروند بده. درسته سعید؟ گفتی شایان شهروند. بعد کاری کردم ساید تو با اون 5 شهروند باز نکردم، میخواستم 2 رو بدم بیرون. درسته سعید؟ یه سه اومده بود، گفتیم باشه 3 بره. تو اون برایم بعدش چالش گرفتی دیگه صحبت کردی سر دادی بیرون. ولی زمانی که دقیقاتی مافیا نشسته بود گفتیم من به 3 رای میدم. چرا؟ چون فکر کردی این 7 و 1 به 3 رای میدن یا مساوی بشه، یا نه مثلا اون دهه گفته 3 قطعی مافیای بازی تو دفاعی 3 رو بدی. خب 2 تا مافیا بودن دیگه. 3 قطعی مافیای بازی گفته خب 3 بره باز 10 موزه داره تو دک. تو فرق نمیکرده 3 بره یا 10 بره. تا همونجا اشتباه کردی فقط به 10 رای ندادی. ولی خیلی مافیا چه شاد نداشتید. بازیکن شماره 9 صحبت میکنه. تو به کارت من توهین نکرده بود؟ ها؟ تو فهمیدی از 2 چالش بگیری تو بازی بگی دست سقرا و کبرا ببافی که 8 اصلا کارت چیه؟ تو به 8 گفتی مافیا، گفتی تو چین نوعی تو بازی، گفتی دک یه مافیا داره. سعید بعدی هم اگه من باشم خودم باشه کرم و کاتبین بعدی 8 تو بازی. تو اصلا گذرت به سخور. آقا هی یه سکانس میگین 10 برگشت فلان چی رو گفت. من نبودم، داشتم آب میخوردم اومدم. اوج صداقتم تو این یه سکانس، بقیه‌اش رو کاری ندارم. نبودم اون سکانس رو. هی میگین مثلا نمیدونم اون چی گفت.
تو که چالش گرفتی گفتی 3 نره 9 بره چینش 8. تو کجا فهمیدی 8 تو بازی کارگاه بازیه؟ تو یه سه مثبتش اگه فهمیدی چرا چالش گرفتی گفتی 8 چینمه تو بازی؟ ها شو در شو نمایان مکه تو رفت. رأی گیری شروع میشه. حسین بعد از رای گیری بهم یه مایک بده. نه رای میدم. هفت. بازیکن بعد. شب میشه و شهر به خواب میره. تیم مافیا بیدار. بنده برو شریع از امیدها زندگیم برگشت حسین. فقط امیدوارم این سری سیو دکتر نشد. روش تو یکی صحبت کنه تا یه سال با من صحبت. توی که استقلالی، توی که رئال مادریدی، توی که چلسی دوست داری. میبخشم میتونی از همین امروز دوباره صحبت. جفت یارات رفتن تیم که مافیا بخوابه. زمان گروه شهروندان. روز آخر بازی. دیشب بازیکن شماره 1 از بازی خارج شد. درخواست برای استعلام وضعیت. کلیه بازیکنان به مدت 3 دقیقه گفتگوی آزاد میکنن و تنها در صورتی تیم شهروندان پیروز میشه که عضو تیم مافیا با 2 رأی از بازی خارج بشه. در غیر این صورت گروه مافیا برنده است. بذارین من صحبت کنم بچه ها. میذاری من بعد اول صحبت خب کنم بذار یا من نه تو صحبت صحبت؟ کنم سعید. خب آره من 80 ثانیه تو 80 ثانیه هفتم 8. ببین شایان تو دنگ تو رو 19 رو 9 خوابوندی، یعنی فشار تارگتی تو خب از 10 مافیا برداشتی. درسته؟ یه لایک به من بده استاد. خب یه لایک به من بده. باریکلا. فهمیدی؟ خب تو این جماعت بین من و 5 شهروندم سایده. درسته؟ یه لایک دیگه بده. یه لایک دیگه بده. باریکلا. ببین آیان من روز اولم یا روز دومم نیست که مافیا بازی میکنم. خب من اصلا گفتم بره کیاس که اینو به تو بگم. خب تو مافیا هم باشی این بازی رو باید ببری. چرا؟ چون اون 9 شهروندم باشه خب باید یاد بگیره. خب اینقدر باگ دست شهروند نده. خب ببین عید من خیلی هم دوستت دارم، جدی دارم بهت بگم. من فکتای 7 آوردم خب، ولی نسبت به باگ بازی، نسبت به پوینت بازی که ما میخوایم بریم جلو، خب من میتونم بگم 7، چون از رو کارت 8 که یه سه و داشت اومد رأی داد به 3. خب ولی من این نمیخوام بذار بگم. من بگم میخوام 1 بگم دقیقه خب شد. تو بذار بد این 10 بازی ثانیه من کرد. صحبت کنم. تایمت داره میره. منتها
مایک منو ببن، مایک منو ببن که بچه داداش مایکش خیلی بهتره که وقتی بازی رو با هم بردیم تو خوشحال نکات منفی رو بگیم، نه که ما بگیم بذار تو به اشتباهی که کردی عذابش رو بکش. اون وقت اصلا نکته اخلاقی نداره که اون وقت من بعدم میاد میگم نه چه کاری، مثلا نمیپذیرم، پذیرش از طرف بگیری. من که گفتم میپذیرم اشتباه بازی کردم، میپذیرم نکاتشم میپذیرم، ولی لازم نیست تنبیه دست جمعیشیم تو بازی که لازم نیست. تو بس فهمیدی سعید باگاشو. آقا گفتی نپرین تو سعید مایک هم دیگه، دست دیگه نپرین باد تو منه. مایک هم. 10 ثانیه میتونم شاید با صحبت کنم که با شهروندم میتونم 10 ثانیه صحبت کنم که تو فهمیدی فشارت من باشم، از روی سم خواستی برداری دیگه، ناچار یه سشمور شو شد رأی دادی، غیر نوبت اینه منه دیگه مگه؟ سعید. بعد 180 ناراحت ثانیه بودی چرا تموم به شد. شهروند تو بازی رأی ندادم؟ سعید نوبت منه. 180 ثانیه است داداش گلم. من که با آقای شماره تو گفتم روز یک بله من اشتباه کردم چون به کارتم. ترسیدی روز اول باز میکنن شهروند خودتون رو اعلام کن. برو شایان. من این بازی رو برای برد و باختش بازی نمیکنم، تو شهروند فقط یه اسم بگید لطفا. دارم. شایان 7. ببخشید میگم 2. بابا دست بزن به مایکش. او خدا اگه من دست بزنم به مایک وایدش دو. آقای شماره 2 با نقش دکتر شهروند مشترک شدن. بفرمایید با کی دست میدید؟ میشه من یه ذره توضیح بدم حسین؟ برنامه خوش گذشته تا آخرش خوش بگذره. ببین آیا من فکتاتو بردم یه جایی هم دیروز یه ریز باگ داشتی، خب خواستیم با هم صحبت کنیم، درسته؟ بعد نوع بایی عید من خیلی دوستت دارم، اوکیه، من فکتایی 7 آوردم، ولی اون 1 اون 4 اون 5 اون 6 به بازی بعد تو اومدن، خب رد و خون گذاشتن رو تو. من نمیتونم آقای دومتار رای از این گیری لحظه به بعد شروع فقط میشه. یه عدد به من بگو. تایم تموم شد. من به 7 دست میدم آقا، تموم شده بره. تبریک به ساید شهروند. بازی شهروند برد. بفرمایید دیگه. من